تو 10 سال مثلا درس میخوانی، 7 سال طبت خلاص، 3 سال تخصص، ولی تو باز به یک جایگاهی میرسی که در 10 دقیقه بر تو مردم حاضر است 500 افغانی پرداخت کنه. تو یک جراحی میشی که در 1 ساعت بر تو مثلا 5 لک افغانی پرداخت میکنه، تو قلب جراحی میکنی. این حال خیری سرمایه گذاری تو امیالی است که تو درس تا خوب بخونی. نگو والا بعضیا میام آینه خانه میگم چی کار میکنی؟ والا دکتر صاحب بیکار هستم، محصل هستم. محصل بودن در نظر تو بیکاری است؟ متعلم بودن بیکاری است؟ از این کار بزرگ کجاست؟ تو را نمیتونیم دیگه رئیس جمهور مقرر کنیم. این نمی کار خوب است. تو همین درس تا امروز خوب بخوان، هدفمند بخوان، تو در آینده به جایی میرسی که نمی 10 دقیقه تو را بر تو مثلا 1000 افغانی پرداخت میکنن. دانشت بالا میره، تخصصت بالا میره. بناهن کسایی که دوره درسیش از بر علاوه علم و آگاهی بر وقت کاربار خودم چی بخوانند؟ درس بخوانند.